سلام خدمت دوستان عزیز. با یک آموزش دیگه در خدمتتون هستیم. از اینکه با ما هستین ازتون متشکریم. امروز یه دونه ریموت آوردن برامون. ریموت فکر می‌کنم در پارکینگ باشه. گفتن که عمل نمیکنه. حالا به خاطری که ببینیم علت چیه که عمل نمیکنه، با دستگاه کادی که باهاش میشه همه کار انجام داد، دستگاه کادی رو روشن میکنیم، روی تست فرکانس میذاریم و دکمه ها رو میزنیم. اگر عمل نکرد، یعنی اینجا هیچ کدی نشون نداد، یعنی این کدش پریده، فرکانسش پریده. اولین کاری که میکنیم باید ریموت رو باز کنیم. دوستان ریموت رو باز میکنیم. خب بعد از که باز کردیم ریموت رو، اولین کاری که میکنیم باتری رو در میاریم، دوباره جا میزنیم. احتمال داره هنگ کرده باشه یا اتفاق خاصی افتاده باشه که عمل نکنه. دوباره میریم برای تست فرکانس. بله، بازم عمل نمیکنه متاسفانه. هیچ فرکانسی نداره. خب باتریشو ما در میاریم. اولین کاری که میکنیم باید یه قلمردگیشو از بین ببریم یا یه حرارتی بدیم که ببینیم اینجا درست بشه یا نه. دستگاه رو روشن میکنیم، هیتر رو. یه مقدار مایع فلکس میریزیم روی حرارت میدیم با دستگاه هیتر. احتمال داره برگرده. لطفا اگه این آموزش به درتون میخوره سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره. متشکرم که ما رو دنبال میکنید. ما قلمردگی رو با حرارت گرفتیم، انشالله که راه بیفته. اگر راه افتاد که خب هیچ مشکل ما حل شده، ولی اگر راه نیفته متاسفانه این بعضی از ریموت ها کریستالی دارن، کریستال فرکانس که روش عدد داره. طبق اون عدد باید برین یک کریستال تهیه کنین و عوضش کنین که 100% راه میفته. ولی این متاسفانه چون آیسی کریستال نداره، یه آیسی داره که بعد اون احتمال 90% اون سوخته که اون باید ایپرام بشه که خب داستانش باید فرق میکنه. بعد اون آیسی رو ببینین فنش چیه، یکی بگیریم بنزین روش. اگر با حل شد مشکل با تست که خب هیچ، اگه درست نشد متاسفانه باید دوباره درستش کنیم. دو تا از پویا کنده شد موقع حرارت، باید الان دوباره اینو درستش کنیم. پایا همه کنده شده. چرا اینو کنده شده؟ همه این حرارت خوردیم، ظاهرا جایی بردن.
ظاهرا موقعی که حرارت خورده دستگاه این پایه ها جابجا شده. خب مجبوریم اونا رو دوباره بچسبونیم. خب این یکی از کلیدا. یک کلید دیگه ظاهرا 3 تا از کلیدا برد داغ بوده، تکون خورده دست ما، اینا کنده شده، مجبوریم دوباره بچسبونیمش، لحیم کنیم. خب یک کلید دیگه هم هستش، اونم بزنیم ان شاءالله که مشکلمون حل شده باشه. خب یه چکش میکنیم ببینیم برد جای دیگه‌اش قطع نشده باشه. خب ظاهرا که همه پایه ها الان درسته. اینجا آیسی هم یه چک میکنیم. خب اینجا درسته، اینم که درست شد. خب حالا یه با تینر شستشو میدیم، با تینر 20000 با یه مسواک و فرشه تمیزش میکنیم. حالا اگه با دستمال خواستیم خشکش کنید خشکش کنید، یعنی چند ثانیه وایسین تینر میپره خوش میشه. دوباره میدیم برای عملیات تست فرکانس. باتریشو ببینیم کجا گذاشتیم، میشه که همین باشه باتریش. خب مثبتشو که به مثبت بزنیم، منفی هم که به منفی. خب حالا میریم برای تست دوباره فرکانس. بله متاسفانه جواب نداد. این آیسی باید حتما عوض بشه. حالا ما یه آیسی داریم، برای تستش میایم امتحان میکنیم، عوض میکنیم. اگر جواب داد که داد، اگر نداد دیگه متاسفانه یه بار دیگه امتحان میکنیم. یه آیسی پیدا کردیم از روی بورد دیگه برمی‌داریم که انشالله که این آیسی فرکانس داشته باشه، که نیاز به ایپرام نداشته باشه. جابجاش میکنیم، میذاریم روی این بوردی که خراب بود، فرکانس نداشت، ببینیم جواب میده یا نه. یه جهت داره روی آیسی، همیشه باید حتما دقت کنید که اون جهت سمت خودش باشه. خب یه حرارت میگیریم دوباره آیسی از بچسبه.
امیدوارم با این آیسی عوض کردن راه افتاده. اگر راه نیفته دیگه متاسفانه باید بریم آیسی تهیه کنیم که الان ندارم، ولی با این حال اگر زمانی همچی اتفاقی براتون افتاد یه آیسی تهیه میکنین، یعنی خودش فرکانس رو داشته باشه، شما بگین یه دونه آیسی عوض کنین احتمال داره که جواب بده. حالا یه بار تستش میکنین، نه متاسفانه این جواب نمیده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.